با سلام خدمت شما جناب دکتر بازوبندی. امروز خوشحالیم که در خدمتتون هستیم و باعث افتخاری که ما در خدمت شما هستیم. ما مباحث قبلیمون همه بر اساس هنر مدیریت شرایط سخت بود، بر اساس حالا یک کتاب کوچولویی که ما ترجمه کردیم و اومد بحث هنر مدیریت شرایط سخت رو عنوان کرد. این کتاب رو من زمان کرونا ترجمه کردم، ولی خب میبینم هر روز نیازش بیشتر میشه و اینکه یکی از بزرگترین چالش شرایط سخت چالش‌های مالیه. یعنی ما امروز در مبحث مهندسی مالی در خدمت شما هستیم و اینکه مباحث مالی مباحثی هست که خیلی وقتها دوستان ما، همکاران ما یا خیلی از افراد ازش فرار میکنن. ما یه دوستی داشتیم همیشه میگفتش که من ترازنامه رو نگاه نمیکنم چون ازش میترسم. گفتم خب چیزی که ازش میترسی معنیش این نیست که خطرش رفع شده، حتما باید بررسی کنی و باید روش یک سری اتفاقات رو رقم بزنیم. با توجه به اینکه ما در صنفی هستیم که با تورم، یعنی کالاش با تورم داره تغییر پیدا میکنه. طلا یک کالایی هست که یا فلزی هست که با تورم، نه تنها تورم داخل ایران، شاید با تورم بیرون از کشورم داره تغییر میکنه. و در رابطه با صنعت خودمون من یه مثال به یکی از دوستان زدم در یکی از مصاحبه‌ها، گفتم خیلی از همکاران ما شاید توی این دریای کسب و کار شنا نکردن، به یک چوبی به نام طلا چسبیده بودن و این چوبه همیشه روی آب مونده بود. من 2 تا دست و پا هم میزدم، موفق بودن یا نبودن هم خیلی نمیشد ارزیابیش کرد. ولی خب الان داریم وارد یک عرصه های جدید میشیم، یک سری اتفاقات جدید میفته، یک سری تغییرات به سرعت شدیدی رو داریم تجربه میکنیم، هم در داخل ایران هم در خارج از ایران، که میتونه رو بازار تاثیر بذاره. حالا دوست داریم در خدمت شما باشیم. ببخشید من پرگویی کردم، ولی سعی میکنم ساکت باشم و بیشتر از شما بشنوم. توی یک سری مباحث، اول مهندسی مالی با هوش مالی چقدر فرق میکنه و اصلا به چه دیدی ما به این صنعت نگاه کنیم، به مسائل مالیش نگاه کنیم. در خدمت شما هستیم. درود بر شما، ممنون از دعوتتون. مباحث جذابی رو مطرح کردید. اولا درک صحیح پیدا کنیم از هوش مالی و مهندسی مالی. هوش مالی در واقع اون بخشی از ذات یا قسمت درونی شخصیت آدم هست، شبیه هوش هیجانی، IQ و که ذاتاً درون افراد هست و درکی که نسبت به مفاهیم بدون اینکه شاید بتونن تعریفش بکنن، ولی به صورت تجربی رسیدن به یک موضوعی که چگونه پارامترهای تجاریشون رو بالا پایین بکنن تا شرایط بهتری رو داشته باشن. اما وقتی صحبت از مهندسی مالی میشه، اونجا تلفیق فرمول‌های ریاضی با مفاهیم مالی که اینها رو میاد تبدیل میکنه به یک فرآیندهای قابل اندازه‌گیری که ما کسب و کارمون رو بتونیم باهاش اندازه‌گیری کنیم و مواظبت بکنیم تا بتونیم به سمت تعالی بریم و به سمت حضیض و افت حرکت نکنیم. بنابراین ما قراره در مهندسی مالی پارامترها یا مفاهیمی رو مطرح بکنیم تا بتونن کسب و کارهای متوسط، کوچک، اصطلاحاً SME یا کسب و کارهای بزرگ هر کدوم به فراخور خودشون و بر اساس نیازشون اون بخش‌هایی از مفاهیم رو براشون معنا بکنیم تا بتونن در واقع به فرآیند جذاب و موفقی در کسب و کارشون برسن. نکته خوبی رو بهش اشاره کردید. 2 تا مبحث خیلی مهم وجود داره. البته من جای دیگه میخواستم مباحث رو بدم منتها حیفم اومد که این سوال شما رو پاسخ ندم. به همین خاطر اینجا یک گریز میزنم، انشالله در دوام مسیر اون قسمت رو یه مقدار خلاصه تر خواهیم گفت و ازش گذر میکنیم. تفاوت بین نقدینگی و asset یا سرمایه بسیار اهمیت داره. ما یک جایی دارایی رو در صنف مخصوصا طلا و جواهر تبدیل به سرمایه میکنیم، یک اصطلاحاً حالا بر اساس مفاهیم امروزی تبدیل به یک کوین، یک استیبل کوین میکنیم، تبدیل به یک دارایی
پایدار که متناسب با تورم روز جامعه یا دنیا خودش رو پایدار نگه می‌داره و یک سرمایه پایدار هست مثل طلا. این شاید ذاتاً باعث ایمنی ما بشه، اما اگر این دارایی به عنوان سرمایه‌ای باشه که قرار ما ازش خلق ثروت بکنیم، چنانچه ندونیم چگونه ازش استفاده بکنیم، تبدیل به یک معضل میشه برای ما. به چه معنا؟ اگر بنده قرار باشه که یک فردی باشم که در این حوزه کسب و کاری رو دارم و طلا رو خرید و فروش میکنم، چنانچه نتوانم به موقع بفروشم، قیمت مناسب داشته باشم و سود مناسبی رو در بازه زمانی مشخص کسب بکنم، در اون صورت سرفصل‌های هزینه من پیشی میگیره به درآمدهای من و من دو تا حالت بیشتر برام باقی نمیمونه: یا اصل سرمایه رو باید بفروشم و کم کم هزینه ها رو بدم، یا اینکه باید این هزینه ها رو از سرفصل دیگری تامین بکنم. این یعنی خلق یک بدهی جدید در کسب و کارم. در هر دو صورت من به سمت نابودی و هزیز حرکت کردم. بنابراین اینجا خیلی اهمیت داره که توجه داشته باشیم حتما گردش های درونی کسب و کار به همون اندازه پایداری و ایمنسازی سرمایه اهمیت داره و باید بتونیم سرفصل تعادل بین این دوتا رو پیدا بکنیم تا دقیقاً حول اون محور حرکتمون رو انجام بدیم. در ادامه مسیر اگر من بخوام برگردم به سرفصل ها، مبحث مهندسی مالی چند تا پارامتر بسیار مهم رو به ما اندازه‌گیریش رو نشون میده که باعث میشه بتونیم سرانگشتی حداقل چرتکه‌وار توجه بکنیم به اینکه داریم به سمت تعالی میریم یا به سمت نقصان و هزیز حرکت میکنیم. مثل فرض کنید نرخ بدهی، نرخ تورم، یا پارامترهای قابل اندازه‌گیری مثل نرخ بازده داخلی، نرخ برگشت سرمایه ما، ارزش زمانی پول. اگر بخوایم یه مثالای کوچولویی راجع به هر کدوم از اینا بزنیم، ببینید پولی که من امروز در میارم و در دستم قرار گرفته با پولی که 2 ماه دیگه در اختیار من هست، ارزش امروزش یکی نیست، چون این متأثر از نرخ تورم ارزش ذاتیش رو داره از دست میده. پس اگه بخوایم تبدیل به یک مثال معاملاتی بکنیم، اگر من کالایی رو امروز نقد به قیمت 100 واحد میفروشم یا همین کالا رو به قیمت 100 واحد قرار مدت دار بفروشم و فردا این پول رو دریافت کنم، حالا این فردا میتونه 1 ماه دیگه، 2 ماه دیگه یا 6 ماه دیگه باشه، ارزش ذاتی اون پول به دلیل تورم از دست رفته و من دیگه اگر روی اون 100 واحد فرض کردم 30 واحد سود دارم، در گذر زمان دیگه 30 واحد سود برای من باقی نمیمونه، چون تورم بخش عمده از این رو بلعیده و چه بسا که من منفی هم شده باشم. بنابراین مهندسی مالی به ما میاد این شانس رو میده که بتونیم این فرمول ها رو همونطور که عرض کردم سرانگشتی محاسبه کنیم و بفهمیم به سمت مثبت در حرکت هستیم، داریم کسب و کارمون رو توسعه میدیم یا داریم داراییمون رو نابود میکنیم و به سمت نابودی حرکت میکنیم. ممنونم جناب دکتر. یه نکته رو اشاره کردین در رابطه با تورم و حالا بحث چرخش پول و مباحث دیگه هم عنوان شد. ببینید ما الان توی صنعت خودمون یه شاید شانس داریم که خب خیلی از سرمایه‌مون با تورم تغییر میکنه. این یک مبحثی هست که شاید تو مهندسی مالی، منی که اصلا مباحث مهندسی مالی رو نمیدونم، شاید ناخودآگاه اون قانون داره عمل خودش رو انجام میده. ولی الان یک قسمتی که خودتون فرمودین و اشاره کردین بهش و خیلی الان توی بازار داره به چالش تبدیل میشه، فاصله بین، یعنی فاصله نگم، بیام بگم که یک سرعت چرخش سرمایه و بیام بگم تفاوت بین هزینه ها و سود، اگه بخوام به صورت کلی بگم. یعنی یه زمانی شاید سرعت چرخش سرمایه بیشتر بود، حاشیه سود بیشتر بود و هزینه ها پایین تر بود و این به سرعت میتونست خب به بهره وری کمک کنه. الان اتفاقی که افتاده که این اتفاق همه رو درگیر کرده، از خرده فروش تا مخصوصاً بنکدار، بر اساس مباحث اقتصادی، حالا
چه سیاست‌های دولت، چه سیاست‌های صنفی و چه رقابتی باعث شده که حاشیه سود به شدت کم بشه و بازار فقط رقابتی شده، رقابت قیمتی. حالا شاید خیلی بازار توی رقابت‌های دیگه خیلی وارد نشده، ولی فقط رقابت قیمتی شده و این حاشیه سود رو به شدت کم کرده. ناخودآگاه خیلی از بنکدارها یا از بین رفتن یا به شدت ضعیف شدن یا اینکه دارن از سرمایه‌شون میخورن و خیلی همون فرمایش خودتون اون به حساباً هزینه ها رو ما تبدیل کردیم به جایی که از حاشیه سود تامین بشه تبدیل کردیم به یه منبعی که داره سرمایه رو خورده خورده از بین میبره. مطلب خوبی رو اشاره کردید. در نسل پنجم فناوری که با پیشقراول خودش هوش مصنوعی داره بیداد میکنه و در جامعه پرتلاطم کسب و کارها و اقتصادی امروز کشور که هر روز پارامترهای بیشتری ایفای نقش میکنن، طبیعی است که اهمیت وافری داره توجه کردن به این جزئیات در کسب و کارها، رابطه بین هزینه‌ها، سود، درآمدها و چگونگی گردش کسب و کارهاست. اینجاست که اهمیت پیدا میکنه که ما در فضای کسب و کارمون کدوم استراتژی رو انتخاب میکنیم و چقدر خودمون رو مجهز کردیم به علمی که به ما یاد بده استراتژی درست رو چطور باید انتخاب بکنیم. دقت داشته باشید، اصولاً ریسک و بازده دو تا اهرمی هستند که با همدیگه رابطه مستقیم دارن، رشد میکنن یا کاهش پیدا میکنن. این یه مطلبه که رابطه ریسک و بازده در میزان حاشیه سودی که در هر کسب و کاری قراره به دست بیاریم، بازده و ریسک توامان با هم رشد میکنن یا با هم دیگه کاهش پیدا میکنن. اما از طرف دیگه استراتژی مختلفی در فضای کسب و کار وجود داره. یعنی اینکه ما میتوانیم به جای اینکه ریسک بیشتری رو برای بازده بیشتر بخوایم دنبال بکنیم و بهش برسیم، بیایم به سمت و سوی جریان‌های حرکتی کسب و کار حرکت کنیم، به این معنا که ما میتوانیم با گردش‌های سریع‌تر سرعت رو بالا ببریم، گردش پولی بیشتر داشته باشیم، ولی مارژین یا سود رو پایین‌تر نگه داریم که ایمن باشیم. اما این تعدد گردش دوره ها باعث بشه که حاشیه سود ما امن بشه. روش دیگه‌ای که میتونه موفقیت برای ما ایجاد بکنه این هستش که بیایم اصل بحران رو شناسایی کنیم. بحران کجاست؟ اون جاییه که قدرت خرید مشتریان پایین اومده. اگر به سمت حل این علت بریم و سعی بکنیم این رو جبران کنیم، یک راه جذابش اینه که قدرت خرید مشتریانمون رو افزایش بدیم. به همین خاطر روش‌های جذابی میان وسط که بهترینشون BNPL هست. BNPL یعنی Buy No Pay Late، امروز بخر بعداً پرداخت کن. اما داریم راجع به صنعتی به اسم طلا و جواهر حرف میزنیم، یعنی اسست ارزشمند که ممکنه به روز اگر قرار باشه جریان دریافتیمون طویل المدت باشه، ارزش دارایی رو از دست بدیم و یه ریسکی رو متحمل بشیم. ما در واقع این امکان رو داریم که روش‌هایی طراحی بشود که این BNPL رو با کمک یک عامل سومی به اسم بانک انجام بدیم. یعنی در واقع تسهیلاتی رو تأمین بکنیم، در اختیار مشتریمون قرار بدیم، قدرتمندش کنیم تا بتونه محصول ما رو خرید کنه. حالا ریسک جابجایی و اثرات تورمی پول برای یک عامل سومی به اسم بانک که شغلش فعالیت روی پول هست، در اونجا قابل کنترل هست و تعاریف و فرمول‌های خاص خودش رو داره. اما ما ریسک رو از فضای طلا و جواهر جدا کردیم، BNPL رو آوردیم، مشتری رو بدهکار بانک کردیم، اون بر اساس یک سرفصلی وامش رو داره تصمیم میکنه، اما به یک اسست ارزشمندی به اسم طلا رسیده که این ارزش ذاتیش در گذر زمان با نرخ تورم شروع میکنه به افزایش پیدا کردن و این دارایی ارزشمنده. بنابراین ما یک بدهی خوب رو برای مشتریمون ایجاد کردیم که حتما دعاگوی ما هم خواهد بود. اما در عین حال در فضای کسب و کارمون سرعت زیادی دادیم به فروش‌های نقدی خودمون.
پس این BNPL به ما کمک میکنه که فروش نقدی داشته باشیم. شاید حاشیه سودمون رو به دلیل ذات مدل و هزینه‌هایی که داخلش داره بخشش رو از دست بدیم، اما تعدد گردش ها این فرصت رو به ما میدهد که حاشیه سودمون در معدل فرایند چندین برابر افزایش پیدا کنه. چقدر عالی جناب دکتر. شما عملا اینجوری ریسک رو از روی اون فعال اقتصادی در صنعت طلا و جواهر برداشتی بردید جایی که خب اصلا ذات حرکت مالیه و ریسکا رو میتونه هم تحمل کنه هم مدیریت کنه و از این ور قدرت مشتری رو بالا بردید. حالا وقتی بحث قیمت گذاری و بحث اون حاشیه سود میشه و بحث این پیش میاد که خب حالا حاشیه سود رو بیاریم پایین، چرخش رو زیاد کنیم و تغییر بدیم، به تبع یک بحثی پیش میاد به نام شیوه های قیمت گذاری. اصلا این مدل های مختلف قیمت گذاری پیش میاد که فکر میکنم تو صنعت ما خیلی کم بهش نگاه شده یا اصلا نگاه نشده. میدونم که الان سوالایی که ما داریم میکنیم مثل این که شما بخواید رستگاری رو تو 5 دقیقه توضیح بدید، ولی ما میخوایم یه سرفصل کوچیک بگیریم، بیننده هامون، شنونده هامون یه ذره آگاه بشن. حالا بعد میتونیم توی مراحل بعد این آگاهی رو بیشتر کنیم که بتونیم یک اثر مثبت توی صنعت بذاریم. مطلب خوبی رو اشاره کردید. متاسفانه در مارکت ایران وقتی دقت میکنیم میبینیم به استراتژی‌های قیمت‌گذاری بسیار کم بها داده شده و اصولاً دقت بیشتری که میکنیم میبینیم متأثر از شرایط مارکت، چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی، متأثر از 2 تا شیوه قیمت گذاری بیشتر نیستیم و بقیه در واقع مغفول موندن و زیاد بهش توجه نشدن. یا در مارکتمون شیوه قیمت گذاری رقابتی در واقع تارگت شده و بهش توجه شده، یعنی نگاه کردیم همسایه‌مون 2 تا مغازه پایینتر بالاتر کارخونه مشابه ما یا کسانی که محصول مشابه ما رو دارن چه قیمتی گذاشتن و فارغ از کیفیت، فارغ از خدمات پس از فروش، فارغ از هر پارامتر دیگری میایم ما هم خودمون رو با اونا کوک میکنیم یه ذره پایینتر یا بالاتر و سعی میکنیم تو اون رنج بمونیم. این بهش میگن شیوه قیمت‌گذاری رقابتی. یا اومدیم بر اساس شیوه قیمت‌گذاری افزون بر قیمت تمام شده در واقع عمل کردیم. یعنی اینکه بنده یک محصولی رو تولید کردم، فرض کنید 100 واحد هزینه شده برای من با احتساب همه سرفصل‌ها، اگر اشتباه نکرده باشم در شناسایی سرفصل‌های هزینه. یعنی فرض کنیم که قیمتم رو تمام شدهش رو درست استخراج کردم و همه پارامترها رو درست دیدم. به عنوان مثال خیلی هستن قیمت تمام شده پول رو در محاسبه قیمت تمام شده کالاشون لحاظ نکردن و بعد فکر میکنن سود کردن، در حالی که هزینه خواب اون سرمایه بهشون تحمیل شده و به ازش مغفول موندن. ولی فرض کنیم این درسته، میان یک سودی رو برای خودشون متصورن 10%، 20%، 50%، این رو روی اون 100 واحد اضافه میکنه، میشه قیمت فروشش. معمولا در شیوه قیمت‌گذاری محصولاتی که از جنس شاید بخشی محصولات دولتی باشن مثلا خودرو و امثال، میبینید متأثر از این شیوه قیمت‌گذاری هست. اما واقعیت هم اینه که ما 18 تا استراتژی قیمت‌گذاری داریم که بهش توجه نشده. مثلا فرض بفرمایید که استراتژی قیمت‌گذاری پرمیوم داریم. یه نمونه جذابش مثلا برند پورش یا آیفون، یک قیمتی رو برای خودشون متصور هستن، با توجه به ارزش برندشون اون رو قیمت گذاری میکنن، از اون عدول نمیکنن، ولی به مرور وابسته به اینکه مدل شروع میکنه به افت کردن یا شرایط چیز میشه، از یک نقطه‌ای به بعد شروع میکنن قیمت رو پایین میارن. یا ما قیمت گذاری پروموشنال داریم، معمولاً به تخفیف هایی رو لحاظ میکنن در قالب یک جشنواره هایی که نمونه هاشو توی هایپرمارکت های بزرگ و فروشگاه های بزرگ به کرات میبینیم. محصول رو با یک تبلیغات وسیع و یک تخفیف ویژه‌ای که روش لحاظ کردن میان ارائه میدن تا بتونن اون محصول رو توی مارکت جا بندازن و فروش بزرگ داشته باشن. قیمت گذاری داریم که مبتنی بر تخفیفات از روز اول تعریف میشه. قیمت گذاری داریم که متأثر از شرایط جغرافیایی تعریف میشه. مثلا فرض کنید یک مثال بی ربط به صنعت طلا جواهر بزنم. مثلا شما دارید یک کالایی رو تولید میکنید که مناسب مناطق سردسیر هست.
ممنونم جناب دکتر. منتظر بودم این جمله رو بگی، چون میدونم خیلی از مخاطبه ما سریع میگن ما که پرش نیستیم، ما که چیز نیستیم، ما که 50% سود نداریم، یا حاشیه سود کم دستوری داریم که باید توی این حاشیه سود کم عمل کنیم. حالا یه مبحثی کارگاه ها میان که قیمت تمام شده دارن، ولی تو همون حاشیه سود کم شاید اصلا ما به 10% یا 5% هم نرسه، ولی میتونیم با همون استراتژیایی که شما فرمودین بازی کنیم. حالا تو پروموشن ها، توی کمپین ها، توی حالا به فرمایش شما کالاهای پرمصرف، کم مصرف، و به تبع از این بتونیم یه خروجی خیلی خوبی بگیریم از سرمایه‌ای که اونجا داریم و باید راندمان بده. جناب دکتر، یکی از چیزهایی که این روزا خیلی داره اذیت میکنه جریان بدهی هاست. بدهی ها به شدت داره اذیت میکنه و ما شاید، حالا من با سواد خودم میگم، ما تبدیل شدیم به میلیاردرهای فقیر. فرد سرمایه داره ولی توان نگهداری یه خونه داره چند میلیارد، چند 10 میلیارد یا شاید 100 میلیارد یا بیشتر یا کمتر میارزه، ولی توانایی پرداخت هزینه های اون خونه، نگهداری اون خونه رو نداره. در خودرو داریم و در کسب و کارها به شدت زیاد شده. فرد سرمایه زیادی رو داره تو اون کسب و کار، ولی به علت نداشتن چرخش مالی خوب، حاشیه سود خوب و درآمد خوب، توان بدهی هاشون رو نداره. اینو چه کمکی میتونید به ما بکنید و چه جوری میتونید سرفصل رو برای ما باز کنید؟ برای اینکه مطلب شما رو پاسخ بدم مجبوریم که یه پله به عقب برگردیم و راجع به یک موضوعی صحبت بکنیم به اسم جریان‌های نقدینگی و سرمایه‌ای. اصولاً ما در زمانی که یک دارایی رو داریم به عنوان سرمایه در گردشمون، میتونه از جنس کالای ارزشمندی مثل طلا باشه یا سرمایه نقدینگی باشه که میخوایم به وارد فضای کسب و کارمون بکنیم. به هر حال در گردش‌های بین اینها و حاشیه سودی که خلق میکنیم، معمولاً این دارایی رو یا مجدداً داریم به اسست یا سرمایه تبدیل میکنیم یا داریم تبدیل به کش فلو یا نقدینگی میکنیم. یک خط باریکی بین این دوتا هست و یک تنظیماتی داره که اگر مراقبت نکنیم بر اساس بودجه و برنامه ریزی مالی که انجام دادیم، اونجاست که به بحران برمیخوریم. به چه معنا؟ اگر سرمایه من از جنس دارایی ارزشمند باشه، حسنش اینه که باعث میشه ارزش داراییم رو متأثر از شرایط تورمی جامعه حفظش کنم. اما یک خطر هم به همراه خودش داره. وقتی مواجه میشم با سرفصل هزینه ها و دارایی من از جنس دارایی که قدرت تبدیل شوندگی بالا نداره، چه باید بکنم؟ اونجا گرفتار میشم. برای حل مشکل یا باید این اسست ارزشمند رو تو آب بندازم، به ثمن بخل بفروشمش، یا باید برم یک بدهی رو در یک جای دیگر درست کنم تا بتونم هزینه هام رو پرداخت بکنم، که این خطره. اما از اون طرف بازی، اگر دارایی رو در قالب نقدینگی حفظ کنم که این بحران ها رو کنترل کنم، مواجه میشم با یک خطر دوم و اون این هستش که ارزش ذاتی پول متأثر از تورم هر روز داره از بین میره. یعنی چی؟ یعنی دارایی 100 تومن من فردا به اندازه 70 تومن بیشتر ارزش نداره. اگر یک کالای 100 واحدی رو امروز میتونم بخرم، فردا دیگه با اون پول نمیتونم این رو خرید بکنم، باید 130 واحد پول رو بذارم تا اون رو خرید کنم، به عنوان مثال. بنابراین من برای اینکه این رو کنترل کنم موظف هستم که این علم و آگاهی رو داشته باشم. مهندسی مالی بیاد اینو به من یاد بده تا من بفهمم اولا بودجه بندی و برنامه ریزی مالی درست داشته باشم، کش فلو به اندازه نیازهام نگه دارم، حالا با یک ضریب 10% مازاد پیش بینی نشده که بتونم کنترل کنم، و بقیه رو به اسست تبدیل کنم که ارزش ذاتی داراییم رو هم از دست ندم. بنابراین بعد از اینکه این مطلب رو آموختیم و یاد گرفتیم، میریم جلو، میرسیم به شرایطی که ما مواجه میشیم با فرصت‌های سرمایه گذاری یا عوامل پیش بینی نشده‌ای که انتظارش رو نداشتیم.
در هر دو صورت نیاز به تأمین مالی مازادی ایجاد می شود که در هر دو اینها نیاز پیدا می کنیم تأمین مالی کنیم. عموماً تأمین مالی یا از محل دارایی‌های داخلی و تبدیل اونا صورت میگیره یا از طریق اشخاص که اگر یه شرکت داریم و سهامدارانی دارن اشخاص میان واردش میشن، یا از طریق بازار سرمایه تامین میشه یا از طریق وام. در هر کدام از این حالتها و ابزارها که البته ابزارهای دیگه هم داریم از جنس بانکی که فعلا توش ورود نکردم، در همه اینها ما یک بدهی رو خلق میکنیم. این بدهی میتواند بدهی خوب یا بدهی بد باشه. بدهی خوب جایی اتفاق میفته که شما بدهی رو خلق کردید با ریت هزینه و نرخ بهره مشخصی که اگر از جنس بانکی باشه معمولاً بهترینشه و ارزان‌ترینشه، اما ما به ازاش دارایی رو تأمین کردیم مثل ملک، مثل طلا، مثل و که اینها دارایی‌های ارزشمند هستند که ارزش ذاتیشون رو به رشد هست. معمولاً رشد اینا از رشد بدهی بانکی بیشتر هست و این یک بدهی خوبه، داره شما رو به سمت قله میبره. اما اگر این معادله برعکس بشه، یعنی شما برای پوشش دادن بخشی از بدهی‌هایی که وجود دارد یا برای تأمین یا خرید یا پوشش یک سرویسی که شاید ارزشمند هم نباشه، مثلا میگید من تعمیرات خانه رو میخوام انجام بدم، میرم این پول رو تأمین میکنم، بدهی ایجاد میکنم و اینو انجام میدم. اینها معمولاً بدهی‌های بدی هستند، چون شما یک چیزی رو تأمین کردی که هم ارزش ذاتیش داره در دوام مسیر از دست میره، هم بدهی رو خرج کردی که داره نرخ بهره بهش تعلق میگیره. این بالانس نامتوازن باعث این میشه که بدهی بد خلق بشه و شما رو دچار بحران بکنه. ممنونم جناب دکتر. من میدونم تو مسائل مالی خیلی بحث هست و میدونم که حالا توی همین چند دقیقه‌ای که ما در خدمتتون بودیم اصلا من متوجه نشدم چجور با سرعت گذشت و کلی سوال گذاشته بودم که ما از اینجا از شما سوال کنیم و هم خودمون هم بینندگانمون مطلع بشن. خیلی به سرعت زمانمون گذشت و دوست داریم توی جلسات دیگه این قول رو ازتون بگیریم، تو جلسات دیگه در خدمتتون باشیم و بتونیم بیشتر از دانشتون، از مشاورتون، از تجربه هاشون استفاده کنیم و بتونیم با سرمایه‌ای که داریم، با روندی که پیش رومون هست، با تغییرات بازار دائما به روز بمونیم و دائما بتونیم. اگه من همیشه اینو میگم شاید اتفاقات یا مسائل مالی یا مسائل جامعه مثل یه آبی هست که داره سطحش میاد بالا و ما توی این آب وایسادیم. ما با دانشمون، با مشاوره، با ابزارها میتونیم فقط خودمون رو بیشتر بیاریم بالا که توی این آب غرق نشیم. ما ازتون کمک بگیریم که ما و بینندگانمون غرق نشن. در پایان اگر بخوام مطلبی رو خدمت شما و تمام بینندگان عزیزمون عرض بکنم این هستش که امروز در فضای کسب و کارها نمیتونیم بدون مجهز بودن به علم و شناخت پارامترهای تاثیرگذار در کسب و کارمون شانس موفقیت بزرگ رو داشته باشیم. چه کسایی که در لبه تیغ حرکت میکنن، داشتن علم باعث میشه که در امنیت باقی بمونن و افول کسب و کارشون رو تجربه نکنن و چه کسانی که در امنیت نسبی قرار گرفتن با داشتن این علم میتوانند سرمایه‌شون رو چندین برابر کنن و خیلی خیلی بزرگتر از آنچه که امروز در حرکت هستند سود بزرگتری رو کسب کنن. همیشه تلفیق ابزارهای مالی و علم مالی و مهندسی مالی با قابلیت‌های تجاری و اقتصادی میتواند گین یا حاشیه سود چند برابری ایجاد کنه. یک روزگاری کسانی که مالیچی صرف بودن درآمدهای بزرگ داشتن، اون دوره تموم شده. کسایی که در مقطع دیگر تجار قوی بودند حاشیه سودهای بزرگ داشتن و زندگی مرفه، که اون روز هم تموم شده. امروز کسانی که مجهز هستند
به علم مهندسی مالی در کنار قابلیت‌های تجاری و مارکتینگ اونها هستند که میتوانند سردمداران کسب و کار بشن و در این فضای رقابتی باقی بمونن. طبیعتاً دیگران به مرور حذف خواهند شد و از این گردونه رقابت خارج خواهند شد.